این هفته خبر تو خبر داره براتون از خوابای پنبه‌دونه‌ای شیخ فری که بعد از این همه هارت و پورت معلوم شد بودجه رو روی نتیجه انتخابات آمریکا بسته و اینجوری میخواد به همبندیهاش روحیه بده و لذا ما نفت رو میفروشیم نه 2300. من به وزیر نفت هم اعلام کردم خودش آماده کنه برای رقم بسیار بالاتر. ما انشاءالله سال آینده خیلی بیش از 2300 نفت خواهیم فروخت. خودمون داریم آماده میکنیم برای رقم خیلی بالاتر. ما این حد اقلی است که در بودجه آوردیم. فعلا برای ماهای اولیه سال بعد شرایط متفاوت میشه. این شیخ فری تا دلتون بخواد فیگور داره، اما همه فیگوراش به چنین نتیجه‌ای منجر میشه. حالا بشنوید از خرچنگ ولایت که با سوزن عظما میزنه بادکنک شیخ فری رو میترکونه و بهش میگه خواب دیدی خیر باشه. آمریکا در پی مذاکره نیست. هیچ تردیدی نکنید که امریکا در پی سلطه هست. میگه اون ور میز شما بنشینید، این ور میزم ما هرچی ما میگیم بگی چشم. این عین ذلت است. جواب نداده، جواب نمیده و جواب نخواهد داد. این خرچنگ عمامه دار در حالی داره این حرفا رو میزنه که فرمان نرمش قهرمانانه رو خود ولی فقیهش صادر کرده. اینطور که پیداست عظما بد پس گردنی خورده و خودشون هم نمیدونن از کجا خوردن. دلواپسا هم که میخوان برای تصاحب بعدی دولت خیز بردارن، فرصت رو قاپیدن و چپ و راست پنبه برجام نافرجام رو میزنن. به ما گفتن فردو باید تعطیل بشه به لحاظ غنیسازی. بعدم فردا یه چیز دیگه نگن. بله در فردو بازه، کارهای دیگه دارن انجام میدن. فردو مرکز غنیسازی بود، هم غنیسازی ممنوع شده. اینا همه مطابق این برجام من دارم میگم، اینا ضربات برجامه. عجب برجامی، بی خود نیست که موتور عظما سوپاپ ترکونده و پای منقل به چنین وضعیتی دچار شده. این پاسدار عباسی که سایه شیخ فری رو با تیر میزنه تعارفات رو کنار گذاشته و به شکل غیر مستقیم شیخ فری رو تهدید به ترور میکنه. ترور کنن. مهمترین کسی که الان باید سپاه با تمام توان ازش دفاع کنه که هیچ اتفاقی براش نیفته شخص آقای روحانی. آقای روحانی دوره ریاست جمهوریش تمام شده. کارکردی که داشت که ایران و غرب رو به اصطلاح داخل کنه در هم، سیاست درهای باز فلان، این کارکرد ایشون تمام شده. ایشون دیگه تو این زمینه تاریخ مصرفی نداره. ایشون فردا یک شخصیت مثلا بره بشینه تو مجمع تشخیص و این ور و اون ور، اون ارتباطی که میتونست ایجاد کنه تمام شده. حالا هزینه کردن شخص رئیس جمهور ایران برای به هم زدن کشور، این هزینه کردن دشمن تو دستور کار داره. قبلا هم اعلام کرده. اینجوری میشه که آخوندا شروع میکنن به ریپ زدن و از ترس عاقبتی که در انتظارشونه به یه چنین وضعیتی دچار میشن. हेलो हाँ मोसाजी अबे तेरे फोन की रिंगटोन चेंज कर. در شرایطی که همه دولت‌های دنیا به فکر این هستن که هرچه زودتر واکسن کرونا رو در اختیار مردمشون بذارن، این معاون وزیر بهداشت آخوندا اومده و میگه ما دنبال واکسن داخلی هستیم. حالا این همون مشنگیه که تا دیروز به مردم میگفت با پیژامه ماسک درست کنید. پس اتکای اصلیمون به واکسن ایرانی هست. واکسن خارجی هم دستور داده شده، اقداماتش داره انجام میشه، وارد میشه. همچنین واکسن تولید مشترک هم داریم کار قابل توجه میکنیم که با کارخانجات ایرانی، دانشمندان ایرانی با دانشمندان خارجی. واکسن رو شاید خواهیم بود. ببینید
ما مثلا به غلط اسم وقتی بعضی از کشورها میان، من نمیگم از کدوم کشور میخریم، ما هم بسته های متعددی از، ولی وقتی بگیم از فلان کشور هست مثلا ممکنه مردم بگن ما مثلا نمیزنیم. اگر اعتماد نباشه خب میشه واکسن رو زد، فیلمش هم گرفت نشون داد، بعد یکی میره، چون ببینید ما 4000 نفر تو آلبانی داریم به زبان فارسی هر روز برای ما مطلب می‌نویسن. شما مطمئن بشید ما واکسن هم بزنیم میگن اینی که زدم واکسن آمریکایی بود، تو مثلا تو فلان چیز خالی کرد یا اصلا آب زدن نمیدونم فلان. البته یکی دیگه اون قضیه رو لو میده و میگه علت این که واکسن فایزر رو نمیخوایم اینه که پول یخچالش رو نداریم. ایران در کووکس هم اعلام کرد من از این واکسن نمیخوام. در اتحادیه جهانی واکسن اعلام کرد که من از کدوم واکسن نمیخوام؟ از این فایزر رو نمیخوام. عجب. به خاطر اینکه این زنجیره سرد 70 منفی 70 میخواد و ما نه هواپیماشو نه به هر حال حمل و نقلشو، و اعلام کرد تو اتحادیه که از سایرین به ما بدید. مردم هم در فضای مجازی اینطوری به این مسخره بازی آخوندا جواب دادن. عجبا تو هم بگو یخچال 22 تمیز سراغ نداری یا کلمان. برای چی میخوای؟ بابا اینا نمیتونم واکسن بیارم، من داوطلبانه این کلمان آبی دارم، تو هم بچه هم با هم دیگه جمع بکنیم با خبر برم بیارن دیگه و کلک کار بکنم، به خدا خسته شدیم. تو هم دلت خوش. سلام گله برای عملکرد آخوندا در رابطه با کرونا یه چیزی تو این مایه هست. هر چقدر که کادر پزشکی و پرستارا زحمت میکشن، آخوندا اینجوری به باد میدن. این هم واکنش مردم نسبت به پیشنهاد واکسن از طرف آخوندا. به نظر من بهترین راه اینه که واکسن جدید کرونا رو روی مسئولین آزمایش کنن. چطور؟ که اگه زنده موندن واکسن ایمنه، خب اگرم مردن کشور ایمنه. راست میگی. والله اون آسوده میشه. ماجرای دراز شدن پاسدار فخریزاده و ترس بسیجی‌ها از عواقبش همچنان ادامه داره. مهره‌های مشنگ ولایت از این که خوردن و هیچ غلطی نتونستن بکنن حسابی گیج و بیجن. کار به جایی رسید که دانشمندان هسته‌ای ما رو در بدترین شرایط، اونم یکی پس از دیگری، چون که مطمئن بودم ما اقدامی نخواهیم کرد، زدن. ببین شما قضیه زدن آقای قاسم اصلا سابقه نداره. بزنن بعد رئیس دولت بیاد بگه من قبول کردم. این تا ابدالدهر مجرمه و تا ابدالدهر ما میتونیم انتقام بگیریم. قانون بین الملل میگه. چرا این کارو میکنه؟ چون که برداشتی که دولت ما داره میگه ما هیچ اقدامی نخواهیم کرد. البته خود اینا هم میدونن که تو این اوضاع و احوال نمیتونن لات بازی در بیارن، چون اون وقت چنین بلایی سرشون میاد. Я снимаю! Пацаны, успокойтесь! Во, пацан! Привет, чуваки! Ну вы попали! Вот это чел дает! Давай! حالا فقط این انتقام سخت دوغکی نیست که بسیجی‌ها رو به شرشر انداخته. این جوجه تورسیان نظام اومده تا پته خالی بندی ها و ضد و نقیضگویی های تیویریش در این باره رو هم بریزه روی آب. مردم چرا میرن ماهواره نگاه میکنن؟ طرف میخواد زودتر با خبر بشه. این عزیز ما به شهادت رسیده، بعد نگاه میکنی میبینی شبکه یک دو چرت و پرت نشون میده، دو مزخرفتر از اون یکی، سه نونم هیچ خبری نی. ته شبکه خبر اسمش روشه داره زیرنویس میره. حالا بریم سراغ بوفالوی ولایت و نقشه‌ای که برای شیره مالیدن به سر بسیجی‌ها کشیده. میگه هرچی پیشرفت تو نظام هست کار عظماست و هرچی بدبختی هم هست زیر سر شیخ فریه. نظام ما کارآمد یا ناکارآمد؟ ببینید عزیزان،
نظام کارآمدی است، چون نظام الهی است، نظام ولایی است. اما اون کارآمدی معلول چیه؟ این ناکارآمدی معلول چیه؟ او کارآمدی معلول تدبیر مقام ولایت. اما این پریشانی ها، این غم ها، این مصیبت ها، این نداشتن ها، این مضیقه های معیشتی برای ما به وجود آمده است و اقشار ما رو مستاصل کرده، این معلول مدیریت های اشرافی است. حالا میشه وضعیت ماشین عظما تو جاده بحران ها رو خوب تصور کرد. نوبتی هم که باشه، نوبت آخرین تولیدات نظام در سال جهش تولیده. از چیپس بادی شروع میکنیم. کاملا پلمبه، کاملا پلمبه. حالا میخوام براتون وا کنیم ببینیم توش چقدر داره. اینقدر توش داره. دقت کنید 3000 تومن چیپس اینقدر توش داره. علا برکت الله. و این هم پیدا شدن پنبه توی حلیم. تنها چیزی که توی این نظام وجود نداره تولیده. هرچی هست غارت و چپاول و بخوره. No. Eating me. در پایان توجه شما را به یکی از آخرین ترانه‌های هموطن دستفروشی جلب می‌کنیم که برای فروش دستمالاش یه شیوه جالب پیدا کرده و کلی هم معروف شده. دستمال بخری پیش من، هر کی بخره میتونه این خستگی های منو از تو تنم بیرون کنه. دستمالمو بیا بخر تا من راحت تر بتونم برای شما عزیزان آواز بهتر بخونم. تموم نشه این دستمالم روزام به سر